طی کردن مسیر مدلینگ تا بازیگری تنها راه رسیدن به آرزوهای جوانی بود که رویاهای بزرگی در سرش داشت. کمیل واعظ فعالیت حرفه‌ای خودش رو از سال 2012 به عنوان مدل در استانبول شروع کرد، اما خیلی زود مسیرش رو به دنیای بازیگری گره زد. با حضور در سریال محبوب کوزیگونی در ترکیه اسمش بیشتر از قبل شناخته شد. اما ماجرا به همینجا ختم نمیشه. چهره‌ای که دوربین براش غریبه نیست، تجربه بازی در پروژه‌هایی در ایران و هندوستان رو هم در کارنامه داره. نقطه عطف مسیر هنریش رو میشه حضور در فصل سوم سریال محافظ و قرارداد رسمی با نتفلیکس دونست، اتفاقی که نام اونو وارد سطح تازه‌ای از حرفه‌ایگری کرد. اگر تا امروز کمتر نام کمیل واعظ رو شنیدید، وقتش رسیده که با این بازیگر خوشچهره و مستعد ایرانی بیشتر آشنا بشید، چرا که به زودی اونو در پروژه‌های بزرگ داخلی و بین‌المللی خواهید دید.